کشتی نفتکش در آتش و تهدید موشک‌های ایران و مینه‌ها. جنگی کشتی‌های نفتکش در سال‌های 1980 برای ملاحانی که آن روزها را دیدند بحران کنونی در گلوگاه هرمز خاطره‌های تلخ را زنده می‌کند. در این جنگ نو بیماری روانی ما دوباره خروج کرد. ملاحانی که در سالهای 80 آنجا بودند روزهای سختی را می‌گذرانند. اریل سیورسن در اوج جنگ ایران و عراق در سالهای 1980-88 وقتی هر دو به انشاءات نفتی و کشتی‌ها حمله می‌کردند، کشتی‌ها را با چراغ‌های خاموش از گلوگاه هرمز می‌گذراند. در کتاب خود از احساس عاجزی هنگام دیدن حمله به کشتی‌های دیگر نوشته است. ما موشک‌ها را می‌دیدیم و صدای آنها را هنگام ارتباط رادیویی می‌شنیدیم. کاپیتانشان بسیار ناامید بود. در بحران امسال و پس از مذاکرات بی‌نتیجه با ایران، نظامیان آمریکا گفتند مانع حرکت تمام کشتی‌های خواهند شد که به بندرهای ایران می‌روند یا از آنجا برمیگردند. با وجود سازش آتش‌بس، ایران تنها به بعضی از کشتی‌های دوست اجازه عبور از گلوگاه هرمز را داده، حرکت تقریباً تمام کشتی‌های دیگر را قطع کرده است. از بس که 20% نفت و گاز مایع جهان از این گلوگاه می‌گذرد، این کار باعث بالا رفتن قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی شد. امریکا میگوید با هدف تامین بازارها به کشتی‌ها از بندرهای غیر ایرانی اجازه عبور می‌دهد و مینه‌ها را نابود می‌کند. مینه‌هایی که باعث نگرانی جدی مدیران شرکت‌های کشتیرانی از جمله اولاف میکلبوست گشتند. همه محض از همین می‌ترسند. آن را می‌توان از دور اداره کرد. هیچگاه نمی‌دانند که کی آن را به کار می‌اندازند. مینه مثل آهنربا به کشتی می‌چسبد و می‌ترکد. در آغاز درگیری‌های امسال حداقل 22 کشتی از جانب ایران هدف قرار گرفتند پس از حمله‌های آمریکا و اسرائیل به ایران. میکلبوست این وضع را به جنگ کشتی‌های سال‌های 80 مانند می‌کند که در آن بیش از 100 ملاح کشته و صدها کشتی ویران شد. ما از رادار قریب استفاده نمی کردیم. تنها گاه آن را فعال می کردیم چون آن می توانست به ساحل پیام دهد و جای ما را فاش کند. دونالد ترامپ میگوید کشتی‌هایی که برای عبور امن به ایران $2 میلیون باج می‌دهند بازداشت می‌شوند. سازمان بین المللی کشتیرانی و میکلبوست این گونه باج را غیر قانونی می‌نامند. این مافیا است. گلوگاه هرمز یک راه آبی آزاد برای همه می باشد. حتی اگر حرکت کشتی‌ها سر گرفته شود، شاید هفته‌ها لازم آید تا کشتی‌های درمانده در خلیج فارس راهشان را ادامه دهند. من فکر می کنم آنجا باید چیزی مثل چراغات راهنما باشد چون حالا کشتی‌ها خیلی زیادند و گلوگاه هرمز خیلی تنگ است. بنا به گزارش نشریه کشتیرانی لوید لیست، عین زمان حدود 800 کشتی در خلیج فارس درمانده‌اند.